سلام، من میروزیا هستم و تو این ویدیو آموزش انواع مو رو یاد میگیریم. خب در این قسمت من اومدم و در این صفحه صورت هام رو کشیدم بدون مو. میخوام برای همه اینا شروع کنم مدل های مختلف مو رو بکشم. برای این کار من از قسمت خط چشم تقریبا تا وسط فاصله بین عرض سر تا فرق سر میام و خط رویش موها رو مشخص میکنم که به حالت یه نیم دایره کشیده میشه. برای این کار باز با مداد B6 میام از خطوط دیزاین کمک میگیرم. خطوط دیزاین خطوطی هستن که ابتدا تیرن و بعد فشار دستم چی میشه؟ کم میشه. به این شکل میبینید خطوط دیزاین باعث میشه کار من جلوه پیدا بکنه. اینجا تیره تره، اینجا تیره تره. خب از قسمت رویش موها شروع میکنم و با همون خطوط دیزاین براش مو میکشم. قسمت رویش موها تیره تره و من از زیر موها شروع میکنم دوباره با همون خطوط دیزاین اون قسمت رویش مو رو با همین خطوط پرتابی به صورت ریز مشخص کردم. دوباره در این قسمت من این قسمت تیره است، این قسمت تیره است، این قسمت رو روشن نگه میدارم. با سایه زدن با یک کوچولو اگر هم سایه میزنم سایه ها به صورت خطی هستش. دوباره از این قسمت تیرگی شروع میکنم و به حالت آشوب مانند قسمت رویش موها رو نشون. به این شکل میتونم خیلی راحت براش مدل فرق از وسط بکشم. میتونم بیام و بازم در ادامه براش مو بکشم. موهای صاف که دوباره دارم با خطوط دیزاین اینجا تیر است، میبینید اینجا رو تیرگی قرار میدم. شروع میکنم با خطوط دیزاین براش مو میکشم. ببین مثلا من اومدم این فرم مشخص کردم، باز دوباره از اینجا میام یه دسته مو دیگه مشخص میکنم، همینطور میکشم تا اینجا. میام دوباره با خطوط دیزاین اینجا هم مدل گوشه که یاد گرفتیم میام براش گوش میکشم و از کنار گوشش تیره یه کوچولو میام و با دوباره با خطوط دیزاین فرم میدم. ابتدا و انتها رو تیره میکنم، یعنی اینجا انتهای این ابتدا، وسط چی میشه؟ روشن میشه. ابتدا تیره است، انتها هم تیره است، وسط روشن. اینجا یه لامو اومده روی این قسمت قرار گرفته. این قسمت چی میشه؟ تیره میشه. وقتی یه چیزی میاد روی یه چیز دیگه اون قسمت ما تیره میکنیم. دوباره این قسمت تیره است، یه کوچولو خیلی مرزها کمه و محوطه کوچیکی رو دارم سایه میزنم، دارم با همون فرمول پیش میرم. اما اتفاقی که میفته
این ریتم من چی میشه؟ خیلی با مرز کمتری به نتیجه میرسه. دوباره ابتدا و انتها تیره است به صورت خطوط دیزاین. یه کوچولو سایه هم میبینید دارم میزنم، ولی در راستای خود فرم به صورت رفت و برگشتی، در راستای خود فرم جهت موها. به این صورت من میتونم بیام برای موهای صاف طراحی کنم. خب اگه بخوام باز بهترش کنم، یه کوچولو یه جایی میخوام تیرگی بزنم به این صورت. برای این میخوام موهایی طراحی بکنم. موهایی که دارم فکر میکنم برای این بخوام طراحی بکنم موهای فر هست. برای این شروع میکنم موهای فر طراحی کردن. خب میام و جایگاه رویشمون رو توی صورتش مشخص میکنم. خب اومدم برای جایگاه ها رو مشخص کردم توی صورتش که کجا رو میخوام مو بکشم. جایگاه رویش مو رو مشخص کردم. از جایگاهی که مشخص کردم برای رویش مو میام به صورت خطوط وزوزی به این حالت میخوام موهای وزوزی بکشم. بعضی میگن سیم تلفنی، ولی یکم فرق داره. خطوط خمودی این شکلی وزوزی. باز اگه نگاه بکنی با مداد بشیش میکنم. دوباره ابتدا و انتها تیره است، وسط روشنه. ابتدا و انتها تیره از جایگاهی مشخص کردم. همینجا هم شروع میکنم رویش موشم به صورت حالت خطوط خیلی کم رنگ اون زیر مشخص میکنم و سایه میزنم همزن به صورت خیلی کم رنگ. و اینجا هم چی میشه؟ یه حالتهای ناهمواری هایی به وجود میاد. میام شروع میکنم موهای وزوزی کشیدن، اول به صورت کم رنگ و بعد با مداد تیره میام ابتدا و انتها رو به صورت همون وزوزی، حالت وزوزی تیره میکنم. باز با مداد نوکی این که سرش تیزتره میام و اینا رو بیشتر فرم. میتونید این حالتهای وزوزی بودن رو از قسمت موها مشخص کنید بیرون از فضای اون چارچوبی که کشیدین، اینجوری مثل جودی ابوت. حتی میتونید یه سری از موها رو به این شکل به صورت وزوزی از قسمت ریشه مو و قسمت رویش مو در واقع مشخص کنید. این قسمتش رو با حالت کشت سر میبندم و میام اول کم رنگ دوباره حالت وزوزی رو میکشم. بعد شروع میکنم ابتدا و انتها رو تیره کردن. میبینید حالا اطراف این بالاش رو خیلی تیره به شدت پایین تیره نمیکنم، ولی باز یه جاهایش رو تیرگی میذارم. دوباره همین فرم تیرگی رو داخلش با حالت تونالیته، یعنی با کنتراست های مختلف داخلش میذارم. به فشار دستشون بستگی داره. یه جاهایی
بیشتر، یه جاهایی کمتر. می‌بینید یه جایی دارم کمتر فشار دستم کمتر می‌کنم، یه جایی بیشتر می‌کنم، یه جایی دلم می‌خواد بیشتر حتی از بهشتیش استفاده می‌کنم. خب خلوقاتی بکشید اینجوری بیشتر حسشو القا می‌کنه. پایینم تیره داره. به این صورت من میتونم موهای فرفری یا جمع شده بکشم. اگر بخوام موهای فرم چتری رو بکشم، میام این قسمت وسط سر رو مشخص میکنم. این قسمت فرق سر رو از حالت سرخ در نظر میگیرم. ببینید از این قسمت من میتونم خط تعادل صورت داشته باشم. در همین محدوده تو هر چقدر خواستم کوتاه یا بلند. من فرمت مو رو فرق میتونید هر جایی قرار بدم. این فرم رو اول ابتدا فرم چتری میکشم، این حالت میگوینه اینجا دارم. این شکل تقریبا به این حالت تشکیل شده از چندین فرم هندسیه. مثلث توش داره، خطوط خمیده توش داره. به این شکل میام مشخص میکنم. از اینجا شروع میکنم دوباره با هم خطوط دیزاین. میبینید خطوط دیزاین چقدر واقعا تو مو کشیدن مهمه. کل مو در واقع خطوط دیزاین و یه کوچولو سایه در راستای جهت مو. ابتدا و انتها رو باید تیره کنید. مثلا یه جاهایی مثل این قسمت لزوما نمیخواد خیلی تیره بشه، ولی بازم میبینید بعد خطوط دیزاین توی کارتون در گردش باشه. در هر صورت ابتدا انتها تیره است. وسط روشن‌تر. این کل خطوط دیزاین که اینجوریه. این در واقع حالت تونالیتی و فرم تونالیتی رو داره میده. خیلی تیره داره. لازم نبوده اینقدر تیره بشه. در راستای خود فرم موهاش می‌بینیم در یه جهت دارم سایه میزنم. به این صورت میام و موهای چتری میکشم. خب در این صورت میخوام مثلا موهای دم اسبی بکشم. میام رنگم عوض میکنم، یکم متفاوت کار میکنم، مثلا بنفش خوبه. خب میام از دوباره از فرق سر با همین خطوطی که میبینید اینجا تیره است، بعد روشن میشه. اول میام یه بعدی رو مشخص میکنم، یک فضایی رو مشخص میکنم برای موهاش، دسته‌بندی میکنم ابتدا موهاش رو. این کلا خطوط دیزاین در اول و آخر کارای من هست. این فرمش رو مشخص کردم. اینجا یه دایره میتونم بگم، بعد این از اینجا نمیشه فرم. خب میام شروع میکنم دوباره از ریشه تیره، ابتدا و انتها تیره، بعد دوباره با خطوط دیزاین.
باز میتونید دوباره از این قسمت مو بکشید، یا حتی این قسمت هایی که میبینید میتونید بیاید مثلا توی قسمت رویش موهاش من دوباره یه سری بیبی هیر بیام بکشم. باز دوباره اینجا ابتدا انتهاش، ببین مثلا این انتهاشه، انتهای این بخشمه، این قسمت هم تیره است. دوباره اینجا یه تو رفتگی توی موهاش اتفاق افتاده، اینجا از همه به نسبت تیره تره. میام یه جایی رو شروع میکنم سایه زدن در راست خود فرم موها در انتها این کار میکنم. خب به این شکل شما میتونید مو بکشید. باز میتونم برای اینا مدل موهای مختلفی طراحی بکنم. قبلش بیام بهتون مدل موی بافت رو بگم. مدل مویی که به حالت بافته شده در میاد. میام یه چیزی شبیه به برگی میکشم. روی خط صافم به این صورت با همین ریتم شروع میکنم برگ کشیدن. دوباره از اینجا با شروع میکنم برگ کشیدن. سعی میکنم در یک راستا هم اندازه نباشه، بالا پایین تر بکشم به این صورت. خب مداد برشیش رو دوباره بر میدارم و در راستای خود همون فرمی که همیشه میکشیدیم به این شکل و به این فرمت میام داخل موهامون سایه میدنم. از این مداد دیستر کنیم. ابتدا و انتها رو تیره میکنم. وسط روشن. خب ابتدا و انتها تیره است. ببینید خود این جاهایی که موها توی همدیگه گره خورده، لابلای این بافتا میبینید چقدر سایه های من تیره تر و شدید تر از جاهای دیگه است. به این قسمت هم توجه کنید. ابتدا و انتها تیره است و به این صورت. به این صورت میام و موهامو فرم میدم. حالا یه کوچولو میخوام بیام اینو درستش کنم. یکم رنگش پریده. به خاطر اینکه از بس روش دست گذاشتم. میتونید کاغذ زیر دستتون بذارین که وقتی با بشیش کار میکنین کار قبل رو خراب نکنید. خب ببینیم دیگه چی مونده. مدل موی موجدار رو بهتون نگفتم. برای کشیدن مدل موی حالت موجدار به این صورتی که اول قسمت رویش موش رو مشخص کردم،
یه جایی رو میام فرق موهاش رو چیکار میکنم باز میکنم. باز اونم باید قبلش طراحی بشه فرمش. یه جایی مثلا مثل اینجاها میخوام مثلا به مدل موهاش حالت فر. حالا خیلی نه با این ریتم یکم متفاوت تر. حالتش اگه بخوام بگم یه حالت موجی داره، بعد دوباره شما باید قرینه این موج رو بکشید و از کنارش این خطا رو به این خطا چیکار کنید؟ وصل بکنید. این میشه حالت فرم موش. میام خطوط زیر رو پاک میکنم تا بتونم بهتر بکشم موهاش. اینجا پس رویش مو رو داریم. دوباره میخوام از این قسمت بیام و فرم موهاش رو بکشم به همون حالت. در واقعیت اینقدر نظم نداره. میبینید گوششون میارم به نسبت تناسبات صورتش پایین‌تر. میتونم بیام اینو اصلا با یه رنگ دیگه طراحی بکنم. مثلا آبی میتونه گزینه خوب باشه. این تعداد رنگ آبی. خب از قسمت تیرگی ها میام شروع میکنم. از رویش موام شروع میکنم. میام اول به موهاش، اول کاری که همیشه انجام میدم میام یه دسته بندی انجام میدم. موهاش رو میام مشخص میکنم، فرم ها و دسته هام رو. بعد با حالت تونالیتی دوباره و دیزاین، خطوط دیزاین در راستای خودمون. ببینید خیلی مهمه مخصوصا تو این مو، چون این بر اساس فرمش فقط خطوط دیزاین میاد. ببینید تو حالت پیچ و تاب و قوسش از ابتدا و انتها میام شروع میکنم به سایه زدن. این قسمت که رفته زیر تیره تر میشه، زیر این قوس تیره تره. باز اینجا که برآمدگی روشنه دوباره از زیر این تیره تر. دوباره میام فرم موها رو مشخص میکنم و یه قسمت های تیر است. وقتی که یه حاله یک لایه مو میاد روی یک بخشی از موی دیگه قرار میگیره، این کنارش تیره میشه و از اونجا شروع میکنم.
دیزاین رو میارم. میام و فرم موهای ریز رو که اون قسمت رویش مو هست مشخص میکنم که یک حالت طبیعی به فرم مو بده. باز دوباره انتها رو تیره میکنیم. از اینجا دوباره یه اون مو اومده و برگشته. یه فرم حالت دیگه اگه بخوایم در نظر بگیریم، خیلی مدل ها میتونیم داشته باشیم. یا فکر میکنم چیکار کنم، مثلا اگر بخواد موهاشو کاملا از پشت بسته باشه و اول خط رویش مو مشخص میشه، دوباره از قسمت رویش مو شروع میکنم با خطوط پرتابی. شروع میکنم همون حالت های همیشگی و دوباره با همون خطوط دیزاین ابتدا و انتها رو تیره میکنم. قسمت ساز مخالف میده. خب در راستای خود میشه. از این قسمت کناره ها میتونیم بیایم و بیبی هیر رو میکشیم. دوباره میخوام پشتش رو یه حالت بوده داشته باشه. اینم چی کار میکنم؟ یه حالت نیم دایره میکشم در راستای خود فرم نیم دایره، پایینش تیره تر میشه، میام داخل خطوط دیزاین میارم. ابتدا و انتها رو تیره میکنم، وسط رو روشن میکنم. این میشه از حالت گوشی. این از انواع مدل مو. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و استفاده کرده باشید.